جناب کریم بلوچ، خیلی ممنونم. نکاتی که فرمودید، نظراتی که دادید، شنیدیم. بسیار ممنونم. من فقط به خاطر محدودیت زمان و تایم جلسه تموم شده جسارت میکنم. نکاتی که فرمودید، همدلی و همدردی، همه ما باید این حالت رو داشته باشیم به لحاظ انسانی و بسیار نکات دقیق و مهمیه. صرف نظر از مسئله آمار که خب بنده نمیتونم در موردش نظری بدم و حتما طبیعتا پیش از انتشار کتاب خب طبیعتا بررسی خواهد شد، ولی نشون از آگاهی و اطلاعات کامل شما و البته دغدغه‌های انسانی شما میده و خب مجموع مطالعات تاریخی و میدانی شما بسیار ذی قیمت هست و من امیدوارم که برای ما که داریم ثبت تاریخ میکنیم در رابطه با حقوق بشر در ایران، امیدوار هستم که همه ما و همه محققانی که لطف میکنن کمک میکنن اینها رو درک بکنن و البته جامعه ایرانی، حالا صرف نظر از دیدگاه‌های مختلفی که هست، جامعه متکثری هست و برای در واقع سعادتمندی انسان و بشر خب طبیعتا نگاه حقوق بشری مهمه، صرف نظر از جغرافیا، صرف نظر از ملیت یا قومیت. اما مهم اینه که حاکمانی که در رأس قدرت هستند درک درستی از انسانیت یا اساسا نداشتند و به قدرت رسیدن یا داشتند و قدرت مفسد آمیز بوده و آنها هم فاسد شدن، که تعداد دست دوم کمتره، بیشتر دست اوله که اساسا اونایی که نداشتن ظاهرا رسیدن. ولی فرقی نمیکنه، در نتیجهش اینه که صحبتایی که ما امشب شنیدیم از خانم فریبا بلوچ، که با وجود اینکه در همین روزها پسرش و برادرش رو دستگیر کردن در این شرایطی که این همه فشار روش هست و حتی تهدید جانی شد در قلب لندن، بازم پذیرفتن دعوت بنده رو و اومدن. بسیار بسیار ممنونم از ایشون و خیلی شرمندم از اینکه اذیت کردیم ایشون رو یه مقدار توی این شرایط و خب تحت تاثیر صحبت‌های شما نه من بنده همه قرار گرفتیم، هم از جناب شیرانی که با وجود این مشقت این ایام که من در جنش هستم تا حدود زیادی، که توش شرایط سختی هستم و البته زحمت میکشم به عنوان فعال سیاسی سابق، توی این مدت هم تونستن تا حدود بسیار موثری صدای هموطنان بلوچ ما باشن. جناب شیرانی هم لطف کردن دعوت بنده رو قبول کردن. ما از اطلاعات تکمیلی و نظرات جناب کریم بلوچ و خانم مرضیه محبی بسیار شخصا استفاده کردم و ممنونم از تک تک دوستان و حاضرانی که در اتاق تا این وقت از شب به وقت ایران بودید و حاضر بودید و از سر وقت معمول شروع میکنیم و وقت میذارید میایید. بسیار ممنونم. امیدوار هستم که بتونیم اون اتحادی که مد نظر شماست که فرمودید همه ما به نحوی به اون اتحاد برسیم برای انسانیت، برای بشریت، صرف نظر از جغرافیا، صرف نظر از مسائل فرعی و حتی سیاسی، چون در نهایت ما یه دشمن واحد داریم و طبیعتا برای سعادتمندی و پیروزی ملت ایران یا به نوعی پیروزی انسانیت بگیم که حالا سوء تفاهم هم نشه، باید کنار همدیگه قدم برداریم و درد و رنج همدیگه رو درک بکنیم، با احترام متقابل، با احترام به آزادی بیان بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم بدون اینکه بخوایم پیش داوری کنیم یا انگ بزنیم یا حالا به هر نحو دیگری رفتاری بکنیم که همدیگه رو بیازاریم و نتونیم با هم گفتگو بکنیم. تمام تلاش بنده در طول 67 جلسه اخیر این بوده و هست. جلسه آیندهم به همین شکل که سری اول رو میخوام تموم کنم و بدیم به دست چاپ. امیدوار هستم که همین فرهنگی که حاکم بود در تمام جمعه شب‌های ایران برای تاریخ حقوق بشر ایران، همین هم ادامه داشته باشه و البته یاد بگیریم از شما که نقد میکنید، چه علنی چه با پیام‌های خصوصی، چه در بک چنل، چه به هر نحو دیگری. من هم مثل شما باید یاد بگیرم و کنار همدیگه قرار بگیریم و باشیم. اگر نکته پایانی جناب شیرانی خانم بلوچ دارید، من و ما در واقع میشنویم شما رو و بعد اتاق رو میبندیم. جناب شیرانی. مرسی از شما، ممنون، متشکر از همه کسانی که اینجا حضور داشتن. ممنونم. حالا کسانی که اگر انتقادی داشتن، فقط یکی از برادران بلوچ من گویا یک کامنتی گذاشته بود، من الان چک کردم، پرچم بلوچستان را پروفایلش هست، فقط بهش بگم نوشته که خب من میدونم به خاطر این شیرانی با ملیگرایی ما مخالفه که خب پدرش نظامی بوده. ببین برادر من عزیز من، اگر سوء تفاهمی برات شده، ما واندار هیچ جریان سیاسی، هیچ فکری شخصی نبودیم، نیستیم. پدر منم در همون دوره اتفاقا جلاوطن میشه قبل از جمهوری اسلامی و انقلاب 57 و
این رو خاطر جمع باش که با اتفاقا خیلی از مردم، خیلی از جریانات سیاسی اینطوری بودن، به ما اومدن مطرح کردن که شما در اعتراضات به مردم بگید این شعارا رو که ما گفتیم ما یک رسانه‌ای هستیم و به باور و نگرش و فکر مردم خودمون احترام قائلیم و همون چیز رو که میگم به عنوان یک رسانه بدون این کمی کاستی سعی میکنیم همه رو منتشر بکنیم در راستای همون گردش آزاد اطلاعات. و چون این دوست ما کامنت گذاشته بود این رو من باب گفتش در واقع بیان کردیم و امیدوار هستیم که مردم ما به یک درکی و به یک در واقع فهمی از واقعیت خودشون، از مشکلات خودشون که بالاخره درد مشترک است برسن و همونطور که هستیم ما رو بپذیرن و ما هم دیگران رو با همه اون تفاوتایی که هستیم بتونیم بپذیریم و فکر می‌کنم برای گذر از جمهوری اسلامی در حال حاضر همین درد مشترک و همین اشتراک انسانی فکر می‌کنم افاقه می‌کنه اگر زیاده خواهی ها رو کنار بذاریم و حقیقتا انتظار ما این هست که ما رو اونطور همون اندازه که زجر کشیدیم ما رو ببینن. یعنی همونطور که حالا دوست ما کریم بیان کرد در هوتک ها این همه انسان کشته شدن و از رسانه ها از هموطنانمون الان تو این شرایط سخت اگر بیان خب قطعا مردم ما خوشحال میشن و حمایت اونا به لحاظ رسانه‌ای که بالاخره هزینه سرکوب مردم ما کمتر میشه اگر به این موضوع ورود بکنن و بالاخره جمهوری اسلامی به این سادگی و به این آسانی نتونه مردم ما رو سرکوب بکنه که همه اینها سیستماتیک هست و دلیل عمدهش همین هست که در رسانه ها در افکار عمومی در با اون صورت بعضی شاید بهش پرداخته نشده و در واقع صدای مردم ما، پیام مردم ما همون هست که از خیابان‌های زاهدان داره به همه هموطنانمون میرسه چه داخل و خارج. این که من اگر حرفی رو بیان میکنم نظر شخصی منه و اگر دوستان دیگه ای که بالاخره من برای همهشون چون هایی که موافق صحبتای من بودن چون هایی که مخالف بودن احترام میذارم و متشکرم از همهشون و فقط این رو بگم اگر شما حالا بر مبنای اون زاویه دید خودتون مسائل رو میبینید و ما هم بعضا سعی میکنیم همه جوانب رو ببینیم و ببینیم چی به نفع و خیر مردم ما هست سعی میکنیم همون رو بیان بکنیم که اون نگرش های شخصی خودم شخصا تو پرانتز قرار دادم و اظهار نکردم و سعی کردم صدای مردمم باشم، صدای اون در واقع فریادی باشم که تا حالا گفته نشده و همون رو برسونم. ممنون، متشکرم از که تحملم کردید از شما آقای دهقان و همه دوستانی که اینجا بودن. متشکرم. خیلی ممنون، باعث افتخار هستید جناب شیرانی، زحمت میکشید و فرمودید اگر همون اندازه در واقع عذابی که کشیدین رو ببینند و درک بکنن. من معتقدم حتی اگر نصف اون همه عذابی که هموطنان بلوچ ما کشیدن رو هم ببینن باید بگیم دست نریزاد، اگر درک بکنن ببینند و درک کنن، وگرنه اگر نوش نیستند حداقل نیش نباشند کسانی که نمیخوان ببینند و درک بکنن. این همه نقض سیستماتیک حقوق بشر، این همه سرکوب و این همه کشتار در واقع این هموطنان ما رو از همه نسل‌ها، از همه جنسیت‌ها. خیلی خیلی ممنونم از شما خانم بلوچ، در خدمت شما هستیم دقایق پایانی. ممنونم از شما جناب دهقان عزیز و همه دوستانی که در این اتاق بودن و تحمل کردن صحبت‌های ما رو و خیلی من هم از همه دوستان آموختم و مرسی از انتقاداشون و صحبت‌های خوبی که شد در این روم. من تنها چیزی که میتونم بگم همونطور که در سوال آخر هم گفتم، خواهش من این هستش همون همبستگی و اتحاد است. ما فقط با همبستگی و اتحاد میتونیم در واقع بر علیه این ظلم پیروز بشیم. ما میتونیم فارغ از اینکه چه گرایش فکری داریم چه گرایش سیاسی داریم کنار هم باشیم. این کار سختی نیست، قبول کردن همدیگه با اون وجود تفاوت ها میتونیم همدیگه رو نقد کنیم، مثل چیزی که ما در این اتاق داشتیم. خیلی از ما تفکرات سیاسیمون با همدیگه فرق میکرد ولی همدیگه رو نقد کردیم با کمال احترام. میشه این کار رو کرد و حکومت دیکتاتوری ایران فقط اختلاف بین ما رو میخواد. من آرزویی که در پایان دارم این هستش که هیچ کودکی در آینده ایران به خاطر فقر نمیره، هیچ کودکی به خاطر فقر ترک تحصیل نکنه، هیچ کودکی به خاطر تبعیض در هوتک ها غرق نشه، به خاطر بی‌آبی نمیره، هیچ
جوونی به خاطر بیکاری سوخته نشه و هیچ شهروندی در ایران به خاطر فرهنگش، هویتش، اون چیزی که هست کشته نشه و این آرزوی من برای ایران آزاد فردا هستش و احترام به حقوق همه و اینکه هیچ کس در ایران فردا شهروند درجه دوم یا سوم نباشه. مرسی از شما آقای دهقان که این فرصت بسیار خوب رو برای ما فراهم کردید تا صحبتامون رو بگیم و یادمون نره دردهای هموطنهای دیگه‌مون رو در لابلای این مبارزه‌ای که داشتیم. مرسی از شما. خیلی ممنونم از شما که لطف کردین توی این شرایط دعوت رو قبول کردید و این حداقل انجام وظیفه‌ای بود که بنده انجام دادم، ولی فکر میکنم اون واژه تحمل که هم شما هم جناب شیرانی روش تاکید کردید و من مجبورم جسارتا اصلاح بکنم. کسانی که این اتاق رو انتخاب میکنن جمعه شب‌ها برای حقوق بشر در ایران، تاریخ حقوق بشر رو، طبیعتا وقتی با این اشتیاق از اول جلسه رأس 9 شب ایران تشریف میارن تا رأس 12 گاهی وقتا بیشتر به بامداد شنبه حضور دارند از جاهای مختلف دنیا با ساعتهای مختلف، با علاقه میان شما رو و قبول دارن و پای حرفای شما نشستن. برای این بحث به هیچ وجه بحث تحمل نخواهد بود. شما این شکست نفسی و تواضع شما بسیار قابل ستایشه، ولی انصافا این مسئله که شما فرمودید بحث همبستگی در تقابل یا مبارزه با حکومتی که حتی اسم حکومت هم به سختی میشه بهش داد، یعنی درست مثل یک باند تبهکار آدم ربایی میکنه، گروگانگیری میکنه، هر جای دنیا که باشی عملیات تروریستی انجام میده و میخواد تهدید بکنه به کشتن و گاهی وقتا هم موفق میشه. دیگه اسم این شاید خیلی حکومت نباشه، کما اینکه اون کاری هم که انجام میده به نام اعدام، اسمش رو ما اعدام نمیدونیم، اسم دیگری داره. اون قتل های حکومتی، اون کشتن ها و قتل به نام اعدام، به نام قانون، در واقع انتقامی است که میگیره. من فکر میکنم در چنین شرایطی به توصیه شما، با صحبت شما و جناب شیرانی، اگر ما تلاش کنیم این اتحاد حداقلی رو به یک وضعیت بهتر با کیفیت بالاتر برسونیم و گفتگو رو بهتر شکل بدیم، با احترام متقابل تلاش بکنیم، با همدیگه صحبت کنیم، با وجود تفاوت‌های گاهی وقتا 100% حتی بعید میدونم، ولی تا 99% هم اگه اختلاف داشته باشیم جای گفتگو برای اون 1% هم هست. اگر خب بتونیم بفهمیم، بپذیریم که با هم داریم گفتگو میکنیم، قرار نیست که با هم دیگه بجنگیم. کاری که به جنگ مربوط باشه کار جمهوری اسلامی هست، نه الزاما مردمی که تحت ظلم و تبعیض و سرکوب بودند و هستند. به هر حال خیلی ممنونم از تک تک حاضرانی که این 3 ساعت هر جای دنیا که بودید وقت گذاشتید و این جلسه شرکت کردید. از دوستانی که تشریف آوردن بالا، نظر دادن، کامنت دادن یا سوال رو مطرح کردن، بسیار ممنونم و طبق معمول من همواره اینجا هستم که یاد بگیرم و دارم یاد میگیرم. امیدوارم که بتونیم در 3 جلسه آینده هم تا پایان سری اول سلسله گفتگوهای اختصاصی تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران در خدمت شما باشیم. هفته آینده در خدمت یکی از بزرگان حقوق بشر در ایران هستیم، آقای دکتر هدایت الله متین دفتری، فرزند در واقع متین دفتری بزرگ که نخست وزیر بودند و در عدلیه ایران نقش داشتند. کسی که در واقع هدایت الله متین دفتری 28 مرداد رو از نزدیک دیدن، در پیش از انقلاب در زندان کتاب‌های آموزشی حقوق به زندانیان سیاسی در واقع تولید می‌کردند و میدادند و خب در آستانه انقلاب وکلای پیشرو، جمعیت حقوقدانان اینها رو راه اندازی کردند. طبیعتا ما پای صحبت فردی میشینیم که شاید به شکلی 3-4 نسل از مبارزان سیاسی در ایران رو میتونه حتی نمایندگی بکنه و نظرات تاریخی رو اونجایی که ببینه تجربه زیستشون از زمان کودتای 28 مرداد به این طرف هست، با ما نوه دکتر مصدق بتونه با ما در میون بذاره. من عرض دیگه ای ندارم. بازم از تک تک حاضران که وقت گذاشتن ممنونم. هر جای دنیا که هستید تندرست و پیروز باشین. تا جمعه شب آینده جلسه 68م تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران ساعت 9 شب به وقت ایران. تندرست باشین. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. مرسی.
बागो बहारानी विचार केश्तो केशारानी विचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी विचार द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरे गंज बलूचिस्तान में सोगेन पमातानी ग्वरान बरजाहिदारे संगरान मागोवती शीसरा गोकुचे गोगो होजेरान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरे गंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान नेले इदाबी कोन्नता जुल्मे